چرا بورهای خیتای در بازارهای مسکو نرخش قیمت شد و ما چی خیل این بورها رو با نرخ‌های ارزان دسترس کنیم؟ یکی از سبب‌های این در سرحد موندن بورهای خیتای بود که و این نرخ نوی دستافکش قیمت شد و طول 2 ماه بورها در سرحد موندگی بودند. از همین سبب بورها یک باره نرخش بلند شد. سبب دیگر وقتی که در رینوکو بور ندارد بورهای استاتکی که موندگی بود نورسایی بور شد و بسیاری صاحبکاران نرخی بور را کمی برداشتند و با همین سبب نرخ‌ها یک باره در بازارها و در مارکت پلیس‌ها بلند رفت. ما راه‌های حلش رو پیدا کردیم. مثلا یک گروه بچه‌ها رو گرفتن. بزرگ رحمت مثلا برای یاد دادن. آدمایی که مثلا میگفتن که 7 درس یاد میگیریم یا که نه خیلی برادرها زکات کنین زکات بده. короче شکرانه خدا همه چیز زکات کردن میتونیم همه چیز میفهمیم یعنی زکات کردن پرویرکا کردن لوبوی چیز میفهمیم خدا رو شکر если что бонно фахмишед اینا приводчик انا приводش میکنیم скидка راه‌های زکات کردن از خیتای رو یاد دادیم که درس ما از 3 اتاپ عبارت بود. در اتاپ دیوم در 4 روز الکای بورهای خود را آنها از خیتای زکات کردند و این بار برای آنها تقریبا 1 یا 2 مرتبه نرخش نسبت اینجا ارزان غلطید. ما حتی کارگو و مسئله عوض کردن پول را هم به آنها نشان دادیم. نفرایی که سیلر هستید در مارکت پلیس ها کار میکنید، نفرایی که در بازارها دانه میفروشید یا اینکه نفرایی که میخواهید که از خیتای بور زکات کرده بیزنس کنید و یا نمیخواهید که این بورها رو با نرخ‌های قیمت از اینجا خرید و به خانه خودتون حتی از خیتای بورها رو با نرخ ارزان دسترس کنید، میتونید که به این رقم ها مراجعه کنید. ما زکات کردن راه‌های خیتای رو اتاپ به اتاپ نشون میدیم که شما در 1 هفته به پورگی آموخته بورها رو از خیتای زکات کرده با نرخ‌های دسترس میتونید گیرید و پول خود رو اکونوم کنید.